بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی پایگاه اطلاع رسانی معیارجد. امروز اومدیم پارک بانوان شهرستان ایران شهر، پارکی که پاسخگوی نیاز بانوان این شهر نیست. میخوام در این خصوص گزارشی رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما تا پایان همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من خانم نارویی هستم. امروز اومدیم بازدید پارک بانوان، در واقع ببینیم که در این پارک چه چیزایی هست که واقعا بانوان استفاده کنن. ولی وقتی که نگاه کردیم واقعا این پارک چیزی نداره. اونجور که باید این پارک رو باید تمیز کنن یا براش امکانات داشته باشه، سهم بانوان باشه و بانوان بتونن به راحتی اینجا رفت آمد کنن، ورزش کنن و شادابی خودشون رو به دست بیارن. اون چیزایی که لاحق زنان سرزمین ما باشه در این پارک موجود نیست. پارک بانوان ایران شهر سرشار از مشکلاته، سرشار از کمبودیه. در خدمت خانم گردهانی مشاور بانوان فرمانداری هستیم. خانم گردهانی، در خصوص پارک بانوان مشکلاتش و پیگیری هایی که صورت گرفته برای ما بگید. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور همه بینندگانتون. ما حقیقتش امروز با تعدادی از بانوان هماهنگ کردیم و به صورت غیر رسمی می‌خواستیم یه بازدیدی از پارک داشته باشیم و اینکه ببینیم اصلا استقبال از پارک چطوره و نیازها و چالش‌هایی که در واقع پارک داره اینا رو بررسی بکنیم و در موردشون فکر و صحبتی داشته باشیم با بانوان. و چون جلسه به صورت غیر رسمی بود ما از مسئولین دعوت نکردیم که بیان اینجا حضور داشته باشن و مشخصه که پارک خیلی نیاز به در واقع تجهیزات داره، چون خیلی تجهیزات ضعیفی داره. همینطور فضاهای سبزش خیلی پایین هست و در واقع فضایی که بخواد استفاده بشه برای پیاده روی، فضایی که بخواد وسایل و تجهیزات در واقع ورزشی نصب بشه و استفاده بکنن بانوان متاسفانه خیلی کم هست و حتی از لحاظ بهداشتی متاسفانه چندین سال بوده انگار اینجا رسیدگی نشده. پیگیری‌هایی از طرف دفتر بانوان صورت گرفته. حالا انشالله با همکاری شهرداری، با همکاری دفتر امور بانوان استانداری، انشالله قول‌هایی که خانم مهندس ابراهیمی دادن برای برآورد هزینه اینجا خرید تجهیزات، انشالله ما بتونیم یه قدمی برداریم هرچند کوچیک و فضا رو از این که هست در واقع یک کوچولی تغییراتی داده بشه. با وجود اینکه استقبال انقدر زیاده ولی حتی هرس درختان به اون صورت که در واقع باید و شاید یا در واقع زباله هایی که اطراف پارک هستن به اون صورت در واقع رسیدگی نشده و متاسفانه اینا نواقصی هست که ما باید حتما هم نظارت قوی رو پارک باشه که این مسائل در واقع پیش نیاد و هم اینکه ما خودمون بانوان بیایم حضور فعال داشته باشیم، حداقل دوره همی‌های خودمون رو تو این پارک برگزار بکنیم و ببینیم نیازهای پارک رو و اینکه مشخصه که ما خب در سطح شهر فضای دیگه‌ای نداریم، اینجا مختص بانوان و خیلی از این استقبال بالایی که تو پارک هست مشخص هستش که به خاطر این هست که بانوان اینجا احساس امنیت بیشتری شاید می‌کنن که این استقبال هست.